و هنگامی که جنتیان داخل جنت می گردند راه قصرهای خود را می دانند که چگونه به قصر خود بروند. چنانه که در دنیا راه خانه خود را می دانند، همانگونه راه قصر خود را در جنت می دانند و هر کس به طرف قصر خود می رود. در راه چشمه هایی است که الله سبحانه و تعالی در مورد آن می فرماید: عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. هر جایی که میزنند از آن چشمه می براید. بندگان نکوکار الله سبحانه و تعالی هر جایی که در زمین جنت میزنند از آن چشمه خارج می گردد و از آن نوش جان می کنند. هر چیزی که آنها می خواهند اشتها می کنند برای آن آورده می شود. اگر مرغ در آسمان می بیند و می خواهد که آن را نوش جان کند، آن پخته می گردد و پیش آن می آید و از آن نوش جان می کند. و هر چیزی که می خواهی از زیباگی ها ببینی آن را پیش چشمان تو می آورند و می بینی. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین. در جنت آفتاب نیست، در جنت سردی نیست. در جنت یک نور است که از بالا از عرش الله سبحانه و تعالی روشنی می کند و الله سبحانه و تعالی می فرماید: لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در جنت آفتاب و سردی را نمی بینند. و جنتی ها همه جوان هستند، 30 یا اینکه 33 ساله هستند. پدر، مادر، برادر، فرزندها، خویش و تبار همه در یک سین و سال جوانی هستند و با هم میشینند، صحبت میکنند، از احوال دنیا گپ میزنند و میگویند که ما ترس داشتیم که آیا عاقبت ما چی میشود. نماز میخواندیم، روزه میگرفتیم، ترس داشتیم که آیا الله سبحانه و تعالی از ما قبول میگردانیده باشد این روزه و نمازی ما را. و با هم میگویند که ما در دنیا دوستی داشتیم که با ما نماز میخوان و با ما روزه میگرفت و در عملهای خیر با ما شریک بود. امروز او در کجا باشد؟ وقتی که میبینند آن دوستی آنها در آتش جهنم است، پیش الله سبحانه و تعالی زاره و تولا میکنند که آن را از آتش جهنم خلاص بگرداند. و الله سبحانه و تعالی برای اینکه راحت این جنتی ها پره گردد، مکمل گردد، دوستان آنها را از آتش جهنم خارج میگرداند. برای همین باید انسان در دنیا دوستهای صالح و نکوکار داشته باشد، زیرا کسانی که در آتش جهنم میمانند و دوستانی ندارند که آنها را شفاعت بکنند. در آیت قرآنی است که میگویند: فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. برای ما هیچ شفاعت کننده وجود ندارد، هیچ دوستی وجود ندارد که ما را شفاعت کند.